به کولکست خوش اومدید. تو آدم آرومی؟ بی احسان هویج میخوره، کاهو میخوره. اگه بازیم ما بخیر، شب بخیر. سلام دوستان، من حمیدرضا. منم مسعودم. امروز میخوایم یه اکستیتی رو با هم دیگه ببینیم که خیلی بامزه و باحاله. اکستیت هم که دیگه همه میدونید چیه. دو نفری که قبلا با هم تو رابطه بودن بعد از اینکه کات میکنن میارنشون جلوی دوربین، حالا یه سری سوال میپرسن که ببینم با هم برمیگردن یا نه. بریم ببینیم چی میشه. مسخره. خوبه دیگه، خوبه با همین دیگه. بریم برو. خسیس یه دیالوگه دیگه. امروز محمد و آرام میهمان ما هستن و قراره درباره رابطه‌شون با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم. بریم ببینیم که چی پیش میاد. بچه‌ها خیلی ممنونم که اومدید اینجا. سوالی که همیشه اول برنامه میپرسم اینه که چرا اصلا شرکت کردید؟ محمد میخوای خودت بگو چون تو اول به پیام دادی. حالا داشتم من بهت پیام دادم گفتم میتونم شرکت کنم، گفتی مشکلی نداره، با هم دیگه اوکی کردیم. آیدی آرامو بهت دادم باش هماهنگ کنی بیاد بشینه اینجا. محمد فکر میکردی که قبول کنه؟ آره داداش 100%. چرا که نه؟ چرا باید 100% قبول از میکردم خودت هم باشه. کی بهتر از من؟ چه بیشتر از منم برات نمیره، چه مثل من یه تو اسیره. احتمالاً مگه این زنگ نزده؟ دلش سوخته، گفته با اون بچه تنها منم کی بهتر از من دیگه، زنگ بزنیم برگردیم با به نت داره میذاره. تو گفتی بیاد طرف. جدی داری میگی اینا رو؟ جدی میفرمایی؟ قیافه رو نگاه کن نیو فیس، چشا رو نگاه کن رنگی. 100%. خب آرام تو چرا دعوتشو قبول کردی؟ من راستش اولش که بهم گفتید خیلی جا خوردم، ولی بعدش قبول کردم بیام، هم حرفامو بزنم، همین که ببینم اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم، هم مخاطب ببینه قضاوت کنه ببینه حق به کدوممون بوده که 100% حقمون بوده. ببین خیلی جالبه. فکر کن مثلا با یکی کات کردی، بعد حرفایی که می‌خواستی بهش بزنی جا مونده، مثلا بلاکت کرده طرف، بعد زنگ می‌زنی بیا اکست میگم حرفامو باید بزنم. خودتون رو معرفی بکنید، بگید که چند سالتونه و چی کار میکنید. آرامم 23 سالمه، مهندسی عمران خوندم، الان میکاپ آرتیستم، الان که در خدمتشم. خوش آمدید. محمد شما؟ محمدم 25 سالمه، لغزون یکی دارم. چجوری با هم دیگه آشنا شدید و تقریبا چند وقت پیش بود؟ من بگم بفهم. حدوداً 1.5 سال پیش بود. ما یه رفیق مشترکی داشتیم از خدا بیخبر، یه ما رو اسیر کردی. راحتی؟ آره از خداتم. یه ذره بیشتر توضیح میدی؟ والا عکسشو دیدم خوشم اومد، بعد رفتم پیویشو یه توپی فرستادیم، گفتیم آقا یا میگیری یا نمیگیری دیگه. چی؟ جان؟ تو چی؟ استیکر توپ. بعد داره یه ذره شیرین زبونی کردیم و گفتیم آقا ما این توپمون رو برداریم اینا دیگه. یواش یواش شروع شد دیگه. اسمش هم یاد گرفتم. چی؟ شیرین زبونی دوستان. از این به بعد به چیزای دیگه بگین. شیرین زبون. من دوستان مرد زبون باز هستم. بله. در هر دقیقه میتونم 60 بار زبونم رو تکون بدم. در چه جهتی؟ در جهت باز کردن هر چیزی. بله. تو آدم شیرین زبونی هستی؟ آره؟ نمیدونم والا، باید بقیه بگن، من که در مورد زیاد نمیتونم نظر بدم. تو شیرین زبون نیستی؟ خیلی نه. من چرب زبونم بیشتر. چربم هست؟ چربه؟ میگن چرب زبون طرف بستگی به طرفش داره. زبون چرب میخواد چرب بهش میده، زبون خوش میخواد خوش بهش میده. واقعا خانم نحوه آشناییتون چجوری بود؟ محمد عکس منو تو گوشی یکی از دوستای مشترکمون دیده بود، بعد آیدیمو ازش گرفت، بهم پیام داد. اولش پیشنهاد نداد ولی کم کم استوریامو ریپلای میکرد که کم کم نه بابا چی پشه بود داشتم راهش میرم. جفتشون حالشون خیلی خوبه. من نمیدونم کات کردید انقدر حالتون خوبه چرا دارید برمیگردید؟ محمد رفتی دایرکت گفتی عاشقت هم؟ نه داداش من دیوونم، اگه این کارو میکردم که بلاکم میشه. آرام به نظرت خیلی با تجربه عمل کردی یا نه؟ آره خیلی شیطون بود. محمد آدم شیطونی هستی؟ شیطون که نیستم ولی زبون دختره رو خوب بلدم. بچه تو این تایم کوتاهی که از برنامه گذشته من فکر میکنم که شما خیلی به هم دیگه میایید. حتی نظر شخصیمه. چرا از هم دیگه جدا شدید؟ برای اینکه محمد همه زندگیش، همه عشقش، همه وقتش واسه کارش بود. حالا این گوشه کنارا اگه یه
تایم کوتاهی شاید اصلاً به اینطوری آرام نیست. میرسی. من هر کاری کردم واسه تو بود، واسه آینده‌مون بود. الان دوربین دیدی و دیگه خجالت نکش دیگه راحت. عزیزم دوربین چیه؟ من هر غلطی کردم، هر گویی خوردم واسه این بود که جلو خانواده‌ات سربلند باشی. چقدر هم که سربلند. نیستی؟ آقا من میشد 10 ساعت ازش خبر نداشتم، بعد میومد میگفت من سر کار بودم. خب گند بزنه تو اون کار تو خودتو، میدونی بحث اولویت دیگه، که تو بین من و کارتو انتخاب میکردی، کارتو داشت اولویت. اصلا اینطوری نیست. من یه وقتش داشتم حتما بهت زنگ میدادم، حالتو میپرسیدم، ولی کارم یه جوری که همیشه شلوغه. که هیچ وقتم وقت حتی یه زنگ زدن به منو مگه میشه آدم وقتی یه زنگ روزی زدن یه بار که بوده، یه بار دیگه 10 ساعت تمام بیخبر یه تکست از تو شاید 30 ثانیه وقت بگیر، واقعا وقت ولی همونم همونم از من دریغ میکرد. این که نمیشه مثلا 30 ثانیه فقط وقت تو بذاری واسه یه نفر، مثلا این در این حده که من به تو بگم سلام حمید چطوری بعد برم. خب تو ناراحت نمیشه از اینکه مگه میشه 30 ثانیه از وقت تو اونجوری باید لحنتو درست کنی، با من مثلا از روزم بپرسی، ببینی چجوری روزم گذشته، حالمو بپرسی فلان. خب اونجوریه که تو از من میپرسی مثلا خوبی خوب بکنی. نه تو به من میگی خوبی، من خوبم، تو خوبی مثلا فلان، چیکارا میکنی مثلا همین راحت بهت بگم کم وقت بگیره میشه 20 دقیقه. چند وقته که از همدیگه جدا شدید؟ حدوداً 4 ماه از آخرین حرف که با هم دیگه زدیم میگذره. یعنی 4 ماه هیچ صحبتی با هم نداشتی؟ بعد تو این 4 ماه حالتون بهتر شده یا نه؟ من سخت‌ترین روزامو تو این 4 ماه گذروندم. مثلا فکر نمی‌کردم انقدر تایم بتونه سخت بگذره برام. به نظرم نباید ما به اینجا میرسیدیم. مثلا نمیدونم چی شد. حاجی دختره میخواد گریه کنه. از پسره اولش دقیقاً چه داشت چیزی نگاه میکرد، سوسکی نگاه میکرد، داشت حال میکرد انگار. محمد تو چی؟ منم که اصلا حالم خوب نبود. واقعا شب و روزم به هم ریخته بود. حاجی اصلا نمیاد. اصلا نمیاد. جفتشون بهشون نمیخوره. نه اون حالا یه ذره اینجوریه که داره انگار الان گریه میکنه. آره. دیگه نمیدونستم شب چیه روز چیه، همه فکرم شده بود آرام. یه نگاهی اونجا باید یه دونه آهنگ پخش بشه، مثلا این آهنگ. خیلی احساسیه. من فکر می‌کنم اکستیت فوش و فوشکشی باشه. خیلی دارن رمانتیک برخورد میکنن. یه آهنگ عاشقانه‌ای که همیشه گوش میکردید و باهاش خاطره دارید چی بوده؟ باهاش خاطره داشته باشی. بی احساس شادمهر. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن‌بسته. چقدر خوبی تو؟ آی چرا؟ فکر کن بعضی یه وقتایی با مثلا با طرف خاطره داری، کل آهنگاتون مثل من، خب همه ی آهنگا مثل حسن شماعی زاده است، مثلا فلان. خیلی سخته. باید بعداً غیر برم گریه کن. خیلی جالب بود. یه جوری هم نگاه کرد که یعنی عشق کردی. چیزی خوندم برای بچه‌ها بعد از جدا شدنتون وارد رابطه شدید یا نه؟ ما تازه 4 ماه که از هم دیگه جدا شدیم. یعنی هیچ کس فکر نمی‌کنم بتونه بعد از یه رابطه 1 سال و نیمه. نه راستش رو بخوای اصلا نمیتونستم فکر کنم جای آرامو بدم به کسی دیگه. خیلی برام سخت بود. بچه‌ها وضعیت اعصابتون در چه حالیه؟ من آدم آرومیم، کلا خیلی سخت عصبانی میشم، معمولا با همه چی کنار میام. تو آدم آرومی؟ همین جا این برعکس اسمش خیلی هم ناآرومه. گول زارشو نخور. یا خدا یهوش گرفت. چرا اینجوری کرد؟ چرا اینجوری با احساس به هم نگاه میکنن، بعد مثلا اون میگه بی احساس، بعد نه بعد اینجوری میشه یهو. I don't know. دیدی تو بعضی وقتا یه کارایی میکنی مثلا خیلی آروم داری میگی بله درسته، ولی آدم اون طرف رو به رویش مثلا پاره میکنه خودشو. اونجوری نیست. من دیدم بعضی موقع مثلا داریم مثلا با یکی داره صحبت میکنه، بعد این خیلی راحت داره میگه بله درسته، بعد اون طرف میگه مگه من نمیگم فلان، بعد میگه گول زارشو نخور. نه کی ناآرومه پس؟ اونقدر همیشه پاچه همه رو گرفته، اینو از هر دوست و آشنایش که بپرسی دیگه همه قشنگ میشناسن. کی به کی داره میگه پاچه گرفته؟ برو گم شو بابا.
تو من باید دارم به بپرسی، من شما باید بپرسم. دیگه همه دارن میبینن دیگه کی داره چه می‌بینه؟ وضعیتی هست. آره 3 بار. خب این قسمتاش که بازیه میزنیم جلو تا بریم ادامهشو ببینیم. آزاردهنده ترین رفتار اکستون که الان روبروتون نشسته چیه؟ آزاردهنده ترین اخلاق به نظر من همین گیاهخواریشه. خانم هر جایی نمیاد، هر چیزی نمیخوره، هر رستورانی نمیاد، رستورانای مخصوص ویگن میره. از زندگیم خیلی راضی هستم الحمدلله که هیچ کم و کسری هم ندارم. کلم میخوره، بروکلی میخوره، هویج میخوره، کاهو میخوره. اگه بزیم ما خسته شدیم به قرآن. نه من بزم. کی بزه پس؟ سر چی میگه؟ نه من بزم. چرا گفت نه من بزم؟ نه چرا گفت پس کی بزه؟ آرام به نظرت حرفاش منطقیه؟ الان من بهتون میگم که حرف کی منطقیه. کسی که حیوونا رو میکشه میخوره، با افتخارم میشینه تعریف میکنه همه جا که من گوشتخوارم، این گیاهخواره. اصلا این همه نعمت خدا داده که تو حیوونا رو بکشی بخوری. اما یه قصابم بکشم، من فقط میخورم. به هر حال داری حیوونا رو میخوری. میخورم. چرا موجود توی کشتن زنده داشت؟ است یعنی چی چرا میخورم توی با کشتن؟ افتخار؟ خدا آفریده ما بخوریم دیگه. بعد چی؟ آرام مگه این همه چیز هستش برای خوردن. حالا بعد بشه برم کلم بخورم، هویج بخورم. تو این 1.5 سال این بحثا رو نکردی؟ دقیقاً همین کارو داشتن میکردن دیگه. همین موضوع ایجاد همین شده بحثا که رو این انجام اینجوری شده میدادن. دیگه. آرام مگه همون اول نمیدونستی که محمد گوشتخواره؟ همینجا اصلا مشکل اصلی ما همینه. این خانم تا 2 ماه اول خوب بود، بعد 2 ماه قرفر اومد آقا من میخوام گیاهخوار شم فلان شم. آقا چه هویج ربطی بخورم. داره؟ مگه به من نگفته بودی که منم پای پات گیاهخوار میشم یا؟ من گفتم اون موقع داغ بودم یه اشتباهی کردم. زر میزنم بعضی وقتا. آدم آقا کی جوجه رو ول میکنه کوبی در و شیش لیگ و میشتی بیاد بشینم هویج بخورم. من بزن. نه من بزم دوباره. نه کی بزه پس این واسه؟ یعنی چی کی بزه؟ من بزم میگم. من بزن. ولی خیلی بد داره حرف میزنه. هی داره میگه من بزم. من از نمیفهمم. گیاهخوارا عذرخواهی میکنم. واقعا این از که این طرف آقا. درست نیست واقعا. آرام آزاردهنده ترین رفتار محمد چی بوده؟ آزاردهنده ترین رفتارش به نظرم این گوشی لعنتیش هی زنگ میخورد، هی نمیتونستیم 2 دقیقه با هم دیگه حرف بزنیم. تو میرفتیم بیرون یه گوشی زنگ میخورد، الو آقا من دینام میخوام، نه الو من کوفت میخوام، زهرمار میخوام. خب مشتری زنگ میزنه جواب ندم. باید بالاخره مشتری جنس بدیم دیگه. اگه من نکشتی که میبردیم که. خب اون تایم مثلا ما با هم دیگه بیرونیم، چرا باید تلفن جواب بدیم؟ بالاخره باید کار مردم هم راه بندازیم تا اونا هم کار ما رو راه بندازن. نمیتونست 2 دقیقه مثلا 2 ساعت دیرتر بهشون آروم زنگ میتونیم با هم حرف بزنیم. میگه 2 ساعت دیرتر بهشون زنگ بزنه. طرف فکر کنم من طرف با نمیفهمم. که آشنا نیست. من نمیفهمم آقا تو بعدت میاد پارتنرت پول در بیاره تو بگو 2 شب یکی زنگ بزن. نه این خوب نیست. آقا هر شغل کار... آقا تو الان میتونی با دوست دخترت پرستار باشه، مهماندار باشه. آخه بستگی داره. ببینید اصلا اون شغلی که اون انتخاب کرده به من ربطی نداره. نه خب نه میتونی حداقل آدم تو انتخاب بکنی دیگه. یعنی تو مثلا از اینکه خوشت بیاد که مثلا تایمش اینجوری باشه به علت شغلش آره دیگه نمیتونی دیگه. خب خیلیا نمیتونن. الان خیلیا با بازیگرای معروف نمیتونن تو رابطه باشن. بازیگر اصلا بحثش نه خب شغلشه دیگه. ببین تو مثلا الان با پرستار، من خودم شخصا با پرستار نمیتونم تو رابطه باشم. قضاوت کار خداست. ما فقط توهین میکنیم. ما توهین میکنیم. ما این پسر کاری دوست نداشتی؟ دیگه حالا الان میای واسه من قرفر میای اینجوری اونجوری. من همون نمیدونستم اول خود گفت کار. من به حرف تو رفتم آدم. اینقدر کاری شدم. مگه میشه یه آدم به اسم کاری بودن هیچ وقتی برای رابطش نذاره، حتی یه تایم کافه رفتن اونو دائم بخوای با تلفن؟ من می‌خواستم جمع کنم تا کافه‌های بهتری بریم، جای بهتری ببینیم، رابطه‌مون بهتر شه. دلتون برای چه چیزی توی رابطتون تنگ شده؟ واسه رفاقتمون. دور از اون رابطه ما رفاقت خیلی صمیمی با هم داشتیم، خیلی با هم دیگه وقت گذروندیم، خیلی با هم دیگه خوش بودیم. به جز اون رفاقته من دلم واسه وقتایی که با هم دیگه دعوای احمقانه می‌کردیم هم خیلی تنگ شدن. بعد از 1 ساعت با هم دیگه آشتی می‌کردیم، سر کله هم دیگه می‌زدیم، بعدش چیزی یادمون نبود. همین حرف زدنای عادیمون، همین با مزه بازیاش، همه اینا. چند وقت با هم دیگه دوست بودید؟ 1.5 سال توی رابطه بودیم، 4 ماه هم هست که کات شده. توی این مدت رابطه عاشق هم دیگه بودید؟ آره خب 100% عاشقش بودم.
آرام همه زندگی من بود، همه چیزم بود. آرام تو چی؟ عشق کلمه کوچیکی بود، چون رابطه‌مون خیلی قشنگ بود. نمیدونم چی شد که به اینجا رسید، ولی خیلی همه چیز خوب بود. هیچ کدومشون هی میگن نمیدونم چرا به اینجا رسیده، ولی وقتی دارن در مورد آزاردهنده ترین های هم حرف میزنن، مثلا اینجوری هن که نه تو فلان اخلاقت اینه، تو فلانت اینجوری بودش، تو اینجوری بودی. ببین به نظرم اینا هنوز به بلوغ عاطفی و ذهنی نرسیدن اونقدر. Hey, that's pretty good. چون اصلا رابطه رو میخوای کات کنی، هر چقدر طرف این مشکلات رو داشته باشه، وگن باشه، نمیدونم سرش شلوغ باشه فلان، انقدر دوستش داری بعید میدونم بتونی راحت کات کنی. چرا رابطتون به اینجا رسیده؟ به نظرتون یه ذره زود تصمیم نگرفتید؟ چرا؟ به نظرم خیلی احساسی تصمیم گرفتیم. خیلی رابطمون عمیق‌تر از اینی بودش که بخوایم به اینجا برسونیمش و اینطوری تموم شه، ولی اتفاقیه که افتاده دیگه. منم با آرام موافقم. دوتامون بچه بازی کردیم، سر چیزای الکی دعوا کردیم، آخرش همینجوری ختم شد. چقدر پارتنرتون رو میشناسید؟ مثل کف دستم. خیلی زیاد. 5-6 تا سوال ازتون میپرسم، با یک کلمه جواب بدید. رنگ مورد علاقه پارتنرتون؟ محمد رنگ مورد علاقه آرام؟ بنفش. بنفش. سفید. محمدم مشکی دوست داره. درست. خیلی میشناسه پسر. خیلی میشناسه. قد پارتنرتون چقدره؟ 150. 150 سانتم من؟ آره دیگه. این 150 سانته؟ ماشاءالله هویج خودی روش کردی. هویج روش میکنه مگه؟ چشا رو قبل میگم من دالت همش هویج میخورم که. آرام قد 184 5. درست. وزن پارتنرتون چقدره؟ 80 خورده. تقریبا درست گفتی. 90. ساخته بهت کات کردن. آره خدا رو شکر. محمد وزن آرام؟ 65. 65 کیلو هم من؟ چند کیلو؟ از این در رد نمی شدم احتمالاً. پسر اینجوری نگاه هر دفعه که میخواد یه چی بگه اینجور تخمین میزنه. 65 مثلا قدش چند؟ اصلا یادش نبود هیچ. خوب شناخت داری ولی محمد. آره خدا رو شکر. شروع آشناییتون چه ماهی بود؟ بهمن. بهمن. درست چه عجب یه چیزی که یاد. غذای مورد علاقه پارتنرتون؟ فکر کنم فسنجون. ماشاءالله خوب میشناسی. غذا مورد علاقه چیه؟ منم فسنجون. فسنجون؟ فسنجون قیمه. قیمه آره راست میگه، قیمه هم دوسته. قیمه با سبزی؟ نه. نه؟ تو هم من نمیپرسی من چه غذایی دوست؟ تو چیه مورد علاقه ترین غذا؟ بیخیال شب بخیر. همه سوالا رو جوابشو آرام درست گفت. منم درست گفتم. همیشه همین. همه رو درست نگفتی. بیشتریاشو درست گفت. نه. چی نه؟ کلا 2 تاشو درست گفتی. آقا همون 2 تاش هم خوب بودی. شانسی. کی فهمیدید که رابطتون تموم شده است؟ من هیچ وقت فکر نمی‌کردم رابطمون تموم شه. خیلی با هم دیگه خوب بودیم. دعوا تو همه رابطه‌ها هست، ولی اشتباه خودمون بود که مشکلمون رو بردیم پیش بقیه. خیلی همه رو دخالت داریم، همه دخالت کردن تو مشکلاتمون، ولی بازم مقصر اصلی خودمون بودیم. والا ما اون موقعی که تمام کردیم باز من ناامید نشده بودم، منتظر بودم یه زنگی، یه تکسی، یه پیامی آقا بیاد از دل ما در بیاره ما دوباره برگردیم. من از دلت در بیارم؟ کی از دلم در بیاره؟ چقدر پررویی تو باید از دل من در می آوردی. ببین دیفالت طرف رو این موضوع دیگه کلا میدونی که مثلا مگه بزیم؟ من بزم؟ دختره که اینه میگه من بزم؟ کی بزه؟ تو هم یه پیام میدادی. من باید پیام میدادم؟ خیلی خوبه داشتم. وقت پررو نمیشدیم از دل در بیارم؟ یعنی چی پررو نمیشد؟ 1 سال و نیم رابطه بود تو میومدی جلو. تو اون کسی هستی که پیام بدی و کوتاه بیای؟ اگه مقصر باشی چی؟ بحث مقصریش نیست، بعد ببین رابطه چقدر ارزش داره. آره. اگه یعنی رابطه برات ارزش داره، اگه مقصرم باشی؟ آره.
مقصر باشی که باید پیام بدی. مقصر نباشی میگه آقا بیا صحبت کنیم. اگه بخواید یه خاطره از رابطتون رو پاک بکنید چی رو پاک میکنید؟ حالا داشتم این خاطره بعد که زیاد داریم، ولی یه روز رفتیم با هم بیرون، شب تا صبح ما گشتیم دنبال یه دونه رستوران ویگنی. حاجی عقص میگه ویگن؟ نه رستوران ویگنیه دیگه احتمالاً. ویگنی خب واسه ویگنه؟ احتمالاً برای ویگنه که خانوم بره اونجا گیاهخواری کنه، هویج بخوره. گیاهخواری کنه. محمد چی میگی محمد؟ گیاهخوارا میرن غذا میخورن دیگه. چجوریه آدمایی که گوشت و همه چی میخورن میرن غذا میخورن، بعد گیاهخوارا میرن گیاهخواری میکنن. آخرم دعوامون شد سر یه غذا هم که نخوردیم، واسه خانومم اسنپ گرفتم رفت خونه شد. چقدر بیشعوری، چرا؟ واسهش اسنپ گرفت. اسنپ گرفتم رفت خونه شد. محمد چجوری میشه واسه یه خاطره بعد؟ والا داداش اسنپ رسوندی. همون دارم آخرش حرف میزنم. والا داداش من یه اخلاقی که دارم گشتم میشه سگ میشم. اون شب هم که اصلا کلا دنبال رستوران ویگنی بودیم، نه یه غذای خوردیم، نه یه چلو گوشت، نه یه چلو کبابی. منم که کلا گوشتخوارم، گوشت نخورم اصلا سگ میشم. آخر شب رفتیم یه جیگر خوردیم و خیلی هم گشنه رفتیم گرفتیم خوابیدیم. میدونی دیگه چیه؟ کسایی که غذا نخوردن سگ میشن، بعد از اینکه غذا میخورن سگ آروم میشن. خر میشه. آرام تو چه خاطره بدی داری؟ فکر کنم همون خاطره که الان محمد تعریف کرد و یه خاطره بد بود در تو. 100% یکی چون ولی بدترین خاطره برای من یه روزی ما بعد چند روز میخواستیم همو ببینیم، آقا کار داشت، رفتیم با هم یه کافه نشستیم تا سفارش دادیم، یه تماس کاری بهش شد، گفت باید بلند شیم بریم. همونو بلند شدیم و دوباره برام ماشین گرفته شد. ماشین گرفتم باشه، دربست گرفتم این سری. به نظر من جبران کرده. چیو با دربست گرفت گرونتره. ولی خداییش مثلا بعضی موقع میشه دیگه، آقا تو یه دیتی میذاری یه کاری واسه پیش میاد میری دیگه. حس بی‌ارزش بودنی که به من میداد با این اصلا اینطوری نیست، کار داشتم، کارم واجب. کارت واجب‌تر از من نبود، تو من قرار گذاشته بودی. من عذرخواهی میکنم. چه چیزی لازم دارید که دوباره به همدیگه برگردی؟ چه نیاز دارم؟ یه بشکن بزنه تمام. پسره که بشکن نزده هم اوکیه، بنده خدا دختره شاید یه ذره ناراحت شده باشه سر این ویدیو. به هم این احساس رو بده که من دختر این رابطه‌ام و به هم احترام بذاره، بتونم ناز کنم، برام وقت بذاره، اون احساساتی که بهش میدم و فکر نکنه که وظیفمه. محمد تو چه چیزی لازم داری تا دوباره به این رابطه برگردی؟ اینکه درکم کنه و اینکه انقدر نگه همه وقت تو واسه من بذار. من نخواستم همه وقت تو برام بذاری. یه تلفن واقعا وقتی ازت نمیگیره. من میتونم یه تلفن واسه وقت بذارم. خب اوکی، من یه تلفن واسه تو وقت بذارم. بریم موفق باشید. حاضرید دوباره رابطتون رو از نو شروع بکنید یا حداقل بهش فکر بکنید؟ ارزش اینو داشته که حالا بشه بهش فکر کرد، ولی خیلی باید عمیق بهش فکر کنم. من اگه میدونستم ندارد نه اصلا تو این برنامه نمیومدم. چقدر تو پر رویی. من این همه وقت گذاشتم، از کارم زدم، از زندگیم زدم. من گذاشتم اومدم اینجا. تو وقت گذاشتی؟ تو خواستی که من بیام نیاز به وقت اینجا. گذاشتن چی؟ تو خواستی که من بیام اینجا اگه یادت نیست. مگه به شما پیام؟ اشتباه کردی؟ حس میکنم اشتباه کردم. دیگه از این اشتباه نکنم. دیگه کردیم. خب بچه الان تصمیم نهاییتون چیه؟ به چی؟ میخواید با هم دیگه آشتی کنید؟ رابطتون از نو شروع بکنید یا نه؟ باید فکر کنم خیلی زیاد. واقعا خیلی باید بهش فکر کنم. پسرم باید فکر کنم بهش خیلی زیاد. لا مثلا تو دعوتش کردی محمد. من به تو دل بسته بودم محمد. چی زدی سر این برنامه محمد؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو باحالی بود. خیلی باحال. زوج خنده‌داری بود. خیلی خوب بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعدی خداحافظ. دست دادم دیگه. نه خدا.
آقا اینجوریه دیگه. خدا تو خوبی.